به این جوانان رحم بکنید. ازدواج برای پوز دادن نیست که تو بخوای با ازدواج پسر و دختر پوز بدید. من چه این مراسم باشکوهی. دختر و پسر من ماشین نیستن، حیوان نیستن، مال نیستن که قیمت درشون بذارید. اینا قیمت ندارن. اینا فرزندان ما هستن، جگرگوشه های ما هستن. نه معنی 100,000 تومان، نه 200,000 تومان، نه 500 میلیون. نه بز میخوای بخرید؟ این داماد تو فردا بابای نوه تو میشه. انسان همینجور داره در تکامل اسلامی شکل میگیره. اول کودک بودی، بعد نوجوان، بعد جوان، بعد مرد شدی، ازدواج کردی، بعد پدر شدی و بچه دار شدن. تو داری تکامل انسانی رو طی میکنید. بعد وقتی پدر بزرگ شدید، کسی که با وحی خداوندی در ارتباط است اون نمیتواند نجاست تولید کنه، اون نمیتونه ویروس پخش بکنه، اون نمیتونه انسانها رو به قهقرا بکشونه. و اوحی ربک الی النحل، وقتی یک زنبور و یک حشره از خدا الهام میگیرد اینقدر زیبا میشود، بر زیبایی ها می نشیند، نوشیدنی زیبا تولید میکند، فیه شفاء للناس. حالا توی جوان مسلمان، توی عزیز دل من، وقتی با خدا ارتباط داشته باشی، وقتی یا رب و یا الله بگی، با خدا غیر ممکن است که از تو پلیدی، از تو معصیت، از تو لغزش، از تو خلاف رضایت الله دیده شود، بلکه مرتب اثر عشق محمد رسول الله از تو تراوش میکنه. پس اولین خصلتی که انسان با شراب میخوره روباه مکار میشه، بعد گرگ میشه، بیرحم میشه. وقتی که مستی و نشگی از سرش در میره تبدیل به خرس تیر خورده میشه. هنوز داره عربده میکشه ولی مثل خرسی که تیر خورده. وقتی دیگه کامل از سرش در رفت مثل موشی میشه ترسو که دنبال سوراخ میگرده. باید خودشو قایم بکنه، مخفی بکنه، متواری بکنه. دیگه نه آبرویی براش مونده، نه حیثیتی، نه شرفی، نه انسانیتی، نه حرمتی، نه مالی، نه چیزی. اصلا همه چیز از دست داده. پس این ام الخبائث نباید چه به حلقوم جوانای ما بره. بزرگترها واقعا باید مسئولیت پذیر باشن، به داد این نسل جوان برسن. همه در کمینن که سرمایه های ما رو از ما بگیرن. چیزی که غالبیت دارد و مردم از آن غافل هستند این هست که زنها در زمان سخن گفتن ناز و کرشمه میکنن و این مورد تحریم مستقیم الله سبحانه و تعالی هست. وقتی سخن گفتن مراقب باشید که صدای خود را نازک و جذاب نکنید طوری که سبب تحریف قلبها بشود. اینها بخشی از حجاب است. حتی ممکن هست که این قسمت از حجابی که در لباس خیلی ها میبینن خیلی مهمتر باشه. دلم محلی باشه برای دوست داشتن تو در اونجا بگیری. تو به من اجازه دادید که رو به تو بیستم، تو به من اجازه نماز خوندن دادید، تعظیم در مقابل خودت دادید، تو اجازه شکرت دادید، تو به من اجازه پرستشت دادید. باور میکنی که هر مسلمانی اجازه پرستش نداره؟ حتی مسلمانه ولی اجازه بندگی نداره. رضیت بالله ربا. با دلت بگو شاد باشه، دلت شاد باشه که خدا توشه. شکر خدا بکنید که الله مال همه است بدون استثنا. اگر الله ما رو یه قشر خاصی بود چه کار میکردیم؟ یکی از کسانی که در جهان آخرت در زیر سایه عرش الهی هستند به نص فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. این 7 نفر که در زیر سایه عرش خدا در امانند در جهان آخرت. یکی شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که با عبادت رشد کند. انسان خودش را زیر سوال ببرد، تر از چنگاه بازخواست کند، خودش را محاسبه کند.
آیا جزو این گروه هست یا نیست؟ آیا در عبادت و بندگی رشد کرده است یا نه در اهمال و سهلنگاری دارد رشد میکند و بزرگ میشود؟ عبادت و بندگی هم تنها نماز نیست و کسی فکر نکند حالا ما منظورمون این است که انسان همیشه نماز بخواند. درست نماز فریضه هست که باید پایبند باشد انسان به آن. پس اولین خصلتی که انسان با شراب میخوره روباه مکار میشه، بعد گرگ میشه، بیرحم میشه. وقتی که مستی و نشگی از سرش در میره تبدیل به خرس تیر خورده میشه. هنوز داره عربده میکشه ولی مثل خرسی که تیر خورده. وقتی دیگه کامل از سرش در رفت مثل موشی میشه ترسو که دنبال سوراخ میگرده. باید خودشو قایم بکنه، مخفی بکنه، متواری بکنه. دیگه نه آبرویی براش مونده، نه حیثیتی، نه شرفی، نه انسانیتی، نه حرمتی، نه مالی، نه چیزی. اصلا همه چیز از دست داده. پس این ام الخبائث نباید چه به حلقوم جوانای ما بره. بزرگترها واقعا باید مسئولیت پذیر باشن، به داد این نسل جوان برسن. همه در کمینن که سرمایه های ما رو از ما بگیرن. یکی از دوستام و خانومش میخواستن از هم جدا بشن. یه روز توی مهمونی بودیم، ازش پرسیدم خانومت چه مشکلی داره که میخوای طلاقش بدی؟ گفت یه مرد هیچ وقت عیب زنشو به کسی نمیگه. وقتی از هم جدا شدن پرسیدم چرا طلاقش دادی؟ گفت آدم پشت سر دختر مردم حرف نمیزنه. بعد از چند ماه که از هم جدا شدن، سال بعدش خانومش با یکی دیگه ازدواج کرد. یه روز ازش پرسیدم خب حالا بگو چرا طلاقش دادی؟ گفت یه مرد هیچ وقت پشت سر زن مردم حرف نمیزنه. یادمون باشه نامردترین انسان کسیه که راز دوران دوستی رو به وقت دشمنی فاش کنه. مردانگی یه صفته، نه جنسیت. مرد باشیم حتی اگه همه نامرد شدن. این را بدانید کارهای خیر بزرگی که صورت گرفته از اینجا شروع شده. اول یک نیت خیر. علما میگن قدرت نیت خیر از کار خیر خودش بزرگتره. نیت خیر یعنی خدایی کردن کارها، و وقتی خدا را آوردی تو قضیه کارهای بزرگ کوچک میشه و میسر میشه و خود انسان باورش نمیشه که این انسان ضعیفه چطوری این کارهای بزرگ انجام داده. اینجا باید بگوید هذا من فضل ربی، این از فضل رب من است. مواظب نکته های سیاه باشید که تو دلتون نقش نبنده. اگر نقش بست بلا فاصله پاکش بکنید و تنها راه شستن گناه از دل توبه کردن است. قضیه سحر و طلسم و جادوگری یک واقعیت مسلم هست و اجماع علما و اهل حل و عقد و کسانی که صاحب نظر هستند و علمای تاریخ اسلامی اجماع دارند بر این که سحر واقعیت دارد و تأثیر گذار هست. عده اندکی از معتزله و عقلگراها اومدند گفتند سحر خیال هست و توهم هست و وجود ندارد. اما عرض کردم اکثریت قریب به اتفاق جمع مسلمانان بر اجماع بر این است که سحر تأثیر گذار است و تأثیر خود را خواهد گذاشت با استناد قوی از آیات و احادیث و تجربه‌ای که در زندگی هست. یک داستان استادی تعریف میکرد درباره زن کاملی. تو این نامه هم نوشته که همسرم منو کتک میزند. خیلی کار زشتیه. زن کنیز مرد نیست، زن مکمل مرده، زن ایمان مرده، زن تقوای مرده، زن مسکن مرده، زن لباس مرده، زن امنیت و آرامش مرده. زن که نباید کتک زد، دختر مردم که نباید کتک زد، مادر بچه هاته. با کتک که دردی دوا نمی شود. با مشت و لگد و فحش‌های ناموسی و همسری که مادر بچه هاته، انتظار دارید بچه هات را فرشتگونه تربیت کند. نمی شود همچین چیزی که جلو بچه ها مادر رو لگد مال بکنید.
زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هر مجلسی که انسان مسلمان حضور داشته باشه در آن ذکر و یاد و عظمت و بزرگی خدا یاد نشه، مثل این که در کنار لاشه مرداری قرار گرفته. خیلی بد بود و اون مجلس جز حسرت و پشیمانی در دنیا قبل از آخرت چیز دیگه نداره. خودمون سبب حسرتمون نشیم، خودمون سبب پشیمانی خودمون در دنیا و آخرت نشیم. انسان خوشبخت کسیه که خودش از دیگران و تاریخ و امتهای گذشته درس و عبرت بگیره. انسان شقی و محروم کسی است که دیگران ازش درس و عبرت بگیره. من و تو عامل درس و عبرت دیگران نباشیم، از دیگران درس و عبرت بگیریم. این را بدانید کارهای خیر بزرگی که صورت گرفته از اینجا شروع شده. اول یک نیت خیر. علما میگن قدرت نیت خیر از کار خیر خودش بزرگتره. نیت خیر یعنی خدایی کردن کارها، و وقتی خدا را آوردی تو قضیه کارهای بزرگ کوچک میشه و میسر میشه و خود انسان باورش نمیشه که این انسان ضعیفه چطوری این کارهای بزرگ انجام داده. اینجا باید بگوید هذا من فضل ربی، این از فضل رب من است. مواظب نکته های سیاه باشید که تو دلتون نقش نبنده. اگر نقش بست بلافاصله پاکش بکنید و تنها راه شستن گناه از دل توبه کردن است. محمد رو داره معتاد میکنه، فاطمه داره فاطمه رو بی‌حجاب میکنه. اسم فاطمه، اسم خدیجه، اسم زینب، اسم محمد، اسم ابوبکر، اسم عمر، اسم علی، اسم حسین، اسم حسن. چرا این اسما رو دارین مصادره میکنین؟ اینها مظهر پاکی و طهارت بودن. در کشور ما که کشور اسلامی است که کافر نیست اینجا، ولی معتاد زیاد هست، تو مشروب خوار زیاد است، بی حجاب زیاد است. خیلی از مسلمان ها حتی خمر و مشروبات دستساز دارن تو خونه ها میسازن. ما باید در حق همدیگر مهربان و خیرخواه و رحیم و شفیق باشیم. ولی امروز مثل یک گرگ درنده به جان هم افتادیم. غیبت یعنی چی؟ یعنی رحمت. بهتان یعنی چی؟ یعنی رحمت. مسخره یعنی چی؟ رحمت. نیش زبان یعنی چی؟ گزارش دادن یعنی چی؟ مخبری کردن بر علیه همدیگر یعنی چی؟ ایجاد نفاق و تفرقه بین همدیگر یعنی چی؟ یعنی رحمت؟ یعنی شفقت؟ یعنی مهربانی؟ پرخاشگری، بی‌ادبی، بی‌عفتی. آیا جامعه ما کمبود این چیزها دارد؟ یا کمبود صلح و صفا و آرامش و عشق و علاقه به همدیگر؟ تا همدیگر رو دوست نداشته باشیم نمیتونیم به همدیگر خدمت بکنیم.
باید عاشق هم باشیم تا خیرخواه هم باشیم. نمیشه دلمون از همدیگه متنفر باشه بعد بگیم ما دلسوز همیم. باید دوستان خوبی رو داشته باشید که همنشین تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. بهشون بگی من توبه کردم و خودم تنهایی نمیتونم، هم شما برام دعا بکنید و هم کمکم کنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم زنی رد شد از کنارش، یه جوانی بود به اسم فضل ابن عباس، چشمش رفت دنبال زنن. پیامبر با سر انگشتش خیلی لطیف صورتشو برگردون، متوجهش کرد که نگاه اول مال تو بود، نگاه ادامه نده که نکته های سیاه تو دلت زده بشه. ما کمک هم میکنیم. یا جوانی اگر دختر قشنگی دید، بچه نگاه کنید چه تیپیه، تشویق میکنیم دیگه، کمک همه میکنیم. خودم نه بنویسه قیدش کنه یا جدا. همین مو عجیب یک قیدوی هم تاری جوهری داره، پولا این پولا ما بگی با او را حساب کردنش za padlo بدست هم را باور میکنم که رفته و کیسهش غلطی رفته و یگون چیزاکش پلاتید کرد بیچاره خودش نمیفهمه سرش کمه، بعد در دلش کدورت میمونه این خونه سوخته حیله‌گر بدست. همین بسیاری نمی فیتنه همین سر میزنه. همین وقتی که آدم با تجارت مشغول شد باید علم بای با خبر باشه که او علم برای را فرض شده. وقتی هم شرکت با کسی شرکت کار کردنی شدی، کتابی مخصوص است، کتاب شرکت باید که علم شرکت با خبر باشی. یک کارا که آدم که دنیا دا میره یوریست کردی یه بچه کنسولتاسی هم میگیری، این شریعت هم موضوع نیست. همین چیزا اکثر کارهایی که ما میکنیم همش این با جهالت و تعصب از قانون شریعتی دور است. بعد مولا میکنه میتشید دیگه باوری و اعتماد نمونده است. چه جور راهی وقتی زاکا دنبال خیلی که اون قطعی کار میکنه، مثلا نمی قطعی که ولی جون کار میکنه، اون کاری 50,000 دیگه ایزو میکشه بیو تا راست کردن که تن پلا گرفت یا ما گرفتی نداوری های دیگه حوزه انا اون نداوری همون چیزی که میگم میشه شرکت میشه باید دانستن فرضیات و واجباتای باید در گردن که فرض عین است. نماز میخونی دانستن فرضیات، واجبات، سنت، مستحبات، مباحات همه همین فرض در گردن. حج میروی گردن میشه زکات میتونی در گردن فرض عین است. اگر کی رفته و حج رفته نتونی نره در گردن فرض عین نمیشه. اینجا یا پایجا یا کانکریت نه. بخونه کتابی نه این هر شخص او بچه کلوبیای کانکریت نه بچه سماپان اومد است تو قصهش خیلی پشیمانی کرد، توبه‌های زیاد کرد، ناله‌های زیاد کرد، کمبودی و خطاش چی بود؟ دو نفر پیشش میآیند، یک اسم یکی اینه برادر مای 99 گوسفند داره، من یک گوسفندک دارم. همین خانواده چشمش سیر نشده زمین با همین 99 گوسفندش همون یک گوسفند ما را طمع داره که بگیرم. حضرت دیگه اون برادر را نپرسید، دلیل او را نپرسید، همون 99 تا داره بس سیاستش کرده تا وقت خونه میترسید. نمیم بری ای گوسفند خود تو 99 گوسفند داشته باشی و چشم تا دارم یک گوسفند برادر را دل کنی. یا داوود اینا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. ای داوود ما تو را خلیفه کردیم، وقت بین مردم به حق حکم کن. در صورتی که اخی شاید همون یک گوسفند هم ای همون خاطر دو دستش که شیر شبک را یک مدت بیچاره مال خشه طلب کرده برای همین وقتی که دجانبه قضاوت نشود و گپ هیچ معنی نداره. یکی ضبطش کردن باشه خاک دیگه تمام زورت نمیرسه، خاک هم نیست میگن در شریعت. در اون صورت فرد روز قیامت در کشتلش میقپه طلب میکنه، ای سبحان دیگه اونجا با دلار و با سومونی خلاص نمیخری، تمام عمل سمرخندش نمیگه. بعد حضرت عین همین پولایی که روزی نیست باید پولی وای خیرات باید درست میشه. کی روزی نیست؟ همین مالک صاحبی پول دادگی وای نول بود، مثال ایروی پولی همین صاحبی پول چیز شد بعد خیرات چیزای هوای قبول میشه. اگر ای پولی حرام باشه اوی خیرات قبول میشه، منوی سوالت میاد. ها؟ ای پولی سوری موری. کسی ای پولی
انا از پول حرام وقتی که خیرات احسانات میکنی هیچ فایده و منفعت نمیگیری هیچ. خداوند همیشه چیزی پاک قبول میکنه. انا اولی در قرآن اومده است خدای تعالی میگه که انا صدقه را فقط از پول پاک از چیزی پاک قبول میکنه. در تفسیر اومده است از این در تفسیر جلالین میگه خداوند صدقه انا او قابل و قابل بودن که فرمانده آدم علیه السلام صدقه قابل قبول کرد و صدقه قابل قبول نکرد. اگر نمیدونم صدقه کرد هر چیزی که با وجه حلال نیست خدای تعالی را قبول نمیکنه. برای او قبول شدنش حتما باید حلال باشه. او یک خودنمایشی است. اما شنشون میده که مثلا باید در ابتدای کارش اون مبلغ یک مقدار مبلغش حرام است. اگر به شرط توبه کرد میخواد که اصلاح شود میخواد که باقی مانده کارش تازه شود همون چی مبلغ حرام است خو را باید اسقاط کنه. اینا اسقاط حرام میگن. این صدقه نمیشه. اینا همین بجایی و خپدم بهترش طرزی که یک کس نفهمه. مثلا اگر یگون مسجد حاجت خونه کرده است برادرم حاجت خونه مسجد صرفش کنه خپدم نفهمن کی ای نیت خیرم نکنه که گناهگار بشه. همین اسقاط حرام است. یا که مثلا یا جو راه کرده است یعنی یا دیها در راه نیست اوست تا کمو صرفش کنه. اگر هیچ چیزی نیفت کم بغلو داره تو که بنیت خیر صدقه نه بنیت اسقاط حرام از مولش. اگر باشد یا اون مبلغی که نیست کرد بعد پولی خودش حلال و تازه میشه در آینده ان شاء الله بعد بخیر میشه. ولی زکاتش چی میشه؟ انا او پولی حرام او باید نیست شود. بعضی آدم‌ها از پول حرام زکات داده میشه. سر همین آدم‌ها میلیارد زندگی زکات داده شده. مثلا معلوم نداره که باید زکات نکنه. طور در باید زکات بده. زکات باید بده. ثوابیتش در همه نه. حکم حرام اسقاط است. هر چیزی حرامه او را باید که او پولی حساب هم نمیخوره. فقط این پرداختش نمیشه و کوتید کردن. اون مبلغ چند خیلی حرام باشه. همون مبلغ نابود کنه فروش. نابود کردن روحش گفتم چیکار میشه. یا جدا مثلا او ندارن استاد پرتویا همین خیلی که مردم نفهمن همین بود حقش دعای خیر نکنن که گناهگار میشه اگر نیت خیر داشته باشه. این همین روحودا باید هم حرام پول نیست کنه. حرام مال این حساب نمیخوره. زکات هم ای پول حلال است. با ظاهر شریعت کاری بسیار میکنیم. نه که اگر به شرط خداوند قبولش نکنه هیچ فایده و منفعت نمیگیریم. مرد با پول حرام کس حج رفت. در روایت صحیحه اومده است. وقتی میگه حاجی با پول حرام حج میروه احرام هم وقتی میپوشه از میخواد لبیک سر میکنه گو ملائکه میگن لا لبیک ولا سعدیک و حجک مردود علیک. ترا نه لبیک قبول نه سعدیک. ترا حج در سر رو زدگی پیش پروردگار و حجت قبول نیست. هی کتگی قطیمی هم حاجی حرمین شریفه و به حولا گفتن دهن شریف میشه. پولی حرام پولیت نیست. زکات ای پولت میشه. حرام باید نیست کنی. چی مقداری باشه باید نیستش کنی. اسقاط میکنی. مثلا حج را محمود فتوا میگه که اگر از پول حرام و حج رفتی حج تو از گردن ساقط است. بظاهر ثوابیت نداره. اما ساقط میشه. یکی ثوابیت نداره. همین زکات هم در بسیاری فتوا اومده در محمد تقی عثمانی را اومده در بسیاری محمود فتوا را اومده که همین زکات زکات چه میگی نگه یگان فایده نداره یگان منفعتی نداره. پاگا ایام زکات نمیپرسند دیگه اگه زکات دادگی همین خیر آخه دادگی هستی و نکی باید ثوابیت بر شخصی که از کدام میگیری برابر خدماتش میتونه. مسئله ثواب عقاب دیگه محمد تقی عثمانی بزرگترین فقیه عصر 2021 محمد تقی را پشت دیگه نکشه. مسئله ثواب عقاب دیگه همین کاری تو ثواب داره نداره. اینا مثلا نماز وقتی مستحبی داره وقتی مباحی داره وقتی مکروهی داره. در وقتی مکروهی را خوندی اون نماز فرضی وقتی است. لیکن ثوابش کمی ثواب قریب نداره. در خونه نماز خوندی نماز ساقط شد
لیکن او ثواب مسجد نداره 27 درجه یک تا انا گپ در سر این میره ولی لیکن این گپی که شما گفتید که اوزی این دیگه مسئله حرام مال حرام مال تو نیست زکات در مال خودت میشه زکات نداره مال حرام اسقاط داره باید نابودش کنی زکات چی را میگن زکات دونیم فایزش همه تی باقی موندهش برای تو حلال استفاده بردنش او چیزی که حرامه باید پره نابود شود او مال تو نیست او باید نابود شود اگر نابود کشید انا همین مال باقی مونده که هست ایگو دوست انا این حلال حساب میکنه ایرا حتما باید زکات هر ساله شه بدی اما چی سوختی چی چی فایده داره اون مسجد اگر به شرطی که اینا اصلا حاجت خونه مسجد گفتم او برای که پول حرامه بسیار حاضر داره میخوام همه یه مسجد رو میکنم یا هیچ گونه درگمان است که از پول حرام اگر به شرطی که هم مسجد با پول حرام کرد و در دلش امید داره که من ثواب گرفتم صدقه جاریه کردم او گناهگاره او ایوب مسجد ساختگیش اصلا ثواب نمیگیره او گناهگار هم میشه با امید یعنی که من ایم پول حرام ساختمش با ثواب میگیرم با باریوش کنه یک توی گناه دیگه بالا یا بازم میشه بوی بچه‌ای که دامو حوض پیدا شده یا این بوی بچه‌ای بعد سال 91 اینو همش زیر شبهه هست برای زیر شبهه برای که در بین 5 سال و 6 سال و 10 سال آدم میلیونر نمیشه چی قدری اگر وای نکنی اگر یک کس غارت نکنه ولی دولت غارت نکنه محقق یک کس نکنه اون میلیونر نمیشه اون پولدار نمیشه اینا هممون 5 برای میدونیم حتی خیلی زمانش لذت بود لیکی گفت دوباره هم که خیلی چوی کرد نکرد ثواب چیه پروردگار خودش میدونه نه یک کارای همین خدا که بتا اشکال نداره ولی نمیفهمیم هستن بدبختایی که هیچ کار نمیکنن اینا اروپا دا فیجا مهنت کردیسی جون کردیسی او پول نیست 1001 نمود شده ای هوا پول کردیسی یعنی بعد اونم یک فیز کشولی اما فیسبوک چه اونمو همیو کمان اینمی سوکر برگه کیه بسیاره هست هم بچه‌ای با که الحمدلله روی کار یاد گرفتن مثلا کشورهای هستن بیشتر روسیه که به حد کلون انوخی مقصد که پتریب تاور بسیار لازمه اوجا خریدار زیاد های مردم پول میگیرن پول دارن امکانیت دارن خیلی تلاش و کار کرد فرض کردیم که همین یک چیزی که موردی طلب مردم های لیبوسا های شموتکه هر چیزی باشه کلون هر توچکه دا کردن یک برابر در بلاش مونده همون قبول اومده است اوخی تری هم هست الحمدلله حرموش هم هست هیچ جای شک نیست هست کسایی که تمامی درآمد شو حساب نارکوتیک های ایتاریوش هم بسیاره آدمایی هستن که حساب غارتگری و دزدی و راهزنی جمع کردن گرفتن نه که مقصد این گپا چی است از نظر شریعت وقتی که گرفتیم این خیلی ما میخواهیم که هم دنیاش طوری شود و هم شریعت شما یک آدم پیش ملو رفته است که بخونم با گفته یا بلوتین من بنویس که جای کرده میپرسن خیلی نمیشه واقعا با این نظر اگر شریعت بگیریم هر چیزی که حرامه یک به شریعت هم میایی باید اسقاط شود میخواهی اگر بسیار خیر میخواهی که پول باقی مدت حلال باشه بگذار اینا فرض کرده که اما رأس المالش حرام بود ابتدای کاری که سر کرد گو این از $100,000 ای پول حرام های لیکن همون را گرفت بیزنس کرد فرض کردیم اون $100,000 در بیزنس پرداخت او 100,000 1 میلیون شده است اگر میخواه که اون پولش حلالی تازه باشه این همیش $100,000 که حرام بود کو همین را ای پولش جدا کنه بگیره خیر نه احسان نه آنم اسقاطش کرد نه 100,000 او ای حساب بیزنس ای اگه برای حرام کسب کردگیش که در پیش خدا جواب میگه اما مالش دیگه حرام نیست مال فیلتر شده مال تازه شده در دستر این همی نماز قضا میکنی یکنه یک گناه نیست دو گناه های گناه یکم در وقتش نخوندن نماز گناه دیم ترک فرض وقتی هم نماز قضایش خوندی یکی اهمی گناه سوقی چیده ترک فرض ترکش کردن دی اداش کردی نه که گناه یکمش نخوندن نماز در وقتش که گناه کبیره در کلت موند است ایس پیصد نمیشه خیال کنی که این همه قضایی را خوند و به همه جان و خلوص نمیشه گناه یعنی در وقتش نخوندن نماز در کلت نیست خیلی صدقا توبه کنی پیش خدا توبه نصوح باشه خیلی خدا بزرگه میبخشه
میگم امید تامین گوشه که خط قضاییش خوندم کو احوالت بد میشه برای ترک فرض کردگی گناه کبیره کردی در پیش خدا جواب میگو قصدن باشه قدام با چی؟ قضا بله او یکی صحبان اینان و طعام ها را که صاحبای خاندان نجیب به خاطر شکرگزاری نعمت های تا آماده کرده اند و درگاه بینیاز قبول فرما و برسان به ارواح جمعی پیغمبران خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم پروردگار روح آن حضرت را از امتی که سعی میکند تمام نشست برخواستاش طبق سنت دستور آن حضرت صلی الله علیه و سلم برگزار شوند شاد و مسرور گردان و از شفاعت آن حضرت صلی الله علیه و سلم صاحب خانه ها و مهمانان را برخوردار و بانصیب ساز بعدا برسون به ارواح جمعی مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات جمعی ارواحی که از صاحبای خاندان امید دعا دارند و روح پدری مرحومشون خدای رحمت و مغفرت کنه و ارواح گذشته ها اونایی که امید دعا دارند از باقی مانده هاشون خداوند او جوان مردارا اون مسافدای با همت کمپیرای با غیرت که نوابسته به زمان و ایام فرزندای مؤمن و مسلمان نبیرهای مؤمن و مسلمان تربیه کردند به همین یک کلمه عادی اوبال جامعه را اصلاح کردند خدای رحمت و مغفرت کن در بحبوحه جنت مستقر شون کردند پروردگار و فیض برکات و خیرات خیش رو در این منزل در این محفل در این محله در این شهر در خاندان برادرای دست به دعا برداشته نازل فرما خدای عاقبت کارام را به خیر انجام ده ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتك من تجار و مسئولینی میشناسم که خیلی بزرگن ولی بچه های فقیر رو با آب بینیشون بغل میکنن بچه های بیمار رو بغل میکنن آب بینیشون سرازیر کت و شلوارشون لباسشون میشه ولی بچه رو به زمین نمیذاره اینا بزرگن امیر القوم خادمهم تنها یک راه برای آقایی اسلام معرفی کرده اونم خدمتگزاری است اگر میخوای سروری بکنید کرسی بزنید رو دل مردم تو دل مردم رو اون کرسی رو اون صندلی بنشینید بعضی مسئولین بعضی کرسیداران به جایی که به اون صندلی و پست و مقام هویت بدن هویتشون از اون صندلی و پست و مقام میگیرن در نتیجه تا لب مرگم شرمنده شدم در سخاوتمندی تو من گفت سخاوتمندی تا من شرمنده شدم گفت ای عبدالله گفت من به خاطر خدا آزادم کردی؟ گفت بله گفت این باغ برای من دادی؟ گفت بله گفت جزای خیر دوتا از جاش خست عبدالله همین باغ گفت درای خدا من دادم گفت عبدالله ابن جعفر ایتار میگه من در جوان مردی برابر یک غلام سیاه حبشی نیستم یک شیخ در کویت در حولین میخواه به اعلانیه کویت یک اعلان میکنه که برای من یک خانه بیم و میتر یک خانه این برادر من حاجی و دوران مورد تا خانه خوبش میآورن و میای شیخ تماشا میکنم همه همین حول خانه رو میگردن و میگه در آخرین همین خانه یک زنه قطعی 3 تا کودک گریه دارن این صاحب کار یک از صاحب کارهای کویت یادم بعد در از حولین میبرویه و از حولین میبرویه سینی همون صاحب اعلانیه میگه که چی شد میگه نمیگیری شک میگه تو خانه را نمیگیری میگه خانه را میگیرم به لحاظ خدا یک قسم میگم میپرسم یک چی میگه چی میپرسی منو میگه همون زنک میپرسم 3 تا کودکش قطعی برای چی گریه میکنه و میگه که یه آدم که یه آدم اعلانیه که این میگه یک زنی شیخ بود زنی دین بود شوهرش که مردک بچه‌هاش طلب دارن که همین خانه را ما میفروشیم همین را ما چی همین پول تقسیم میکنیم میراث تقسیم میکنیم بچه‌های تنم بگی ما را هم حقمون بگیریم میکنه به شیخ اگه خدا هم به مالم امتحانت میکنه به جانم امتحانت میکنه به هستید به علم تم امتحانت میکنه که همه علم برای چی خوندی برای چی تعلیم گرفتی
همه این اتهامه. به این شیخ گفت که میگیرمش. گفت این خانه را من میگیرم. گفت گفت میگیریش؟ بله. گفت بس فردا آمد پول آورد داد پولا. همه این سه کودکای یتیمی هم میراث گرفتن. این زنک هم یک میراث گرفته. به همین خانه را گفت دکیمیتاش مرا بتید داد. رفت به نام همین زن، همین بیوه زن گذران داشت. به فردا که پیش همین زنک آمد، این زنک جاش خیش گریان گفت خانه را از من میگیری؟ نه. گفت خواهر من این را برای خدا برای تو عطا کردم. این زنه میگه دستاشا برداشت برای شیخ گریه کرد. گفت خدایا، گفت یک از صاحب کاران بهترین کویت بگردانش. میگه از جاش کسی آدم برآمد. گویی الله برای تو یک کار انجام دادم. این پول مال تو مرا داده. اگر این پول مال الله نتموش منه کی میتمون؟ این جانی که داره ما را الله داده گیه. همین جان منه به ستونه یکم کس ما را برقرار کرده نمیتونه. این شیخ میگه از خرسندی گریان شد و حجت ها را در زنی گفتی. زنک بیوزن گذاشت و برآمد رفت. این زن میگه دستاش به یتیم کاش برداشت و به سوی خدا گویی الله ای الله ای آدم من داد تعزیز میلیون ها میلیارد هاش بته. این شیخ میگه وقتی بعدی مردنش مانندی شیخ در کویت میگه این خیلی پای دیگه نبود. دیگه میراث براش ندانستن از کجا دیگه میراث بگیرن. این خیلی انسان ها بدن معروفه معروفه خدا خلق کرد تا قیامت معروفه. منکر برادران عزیز. ببینین حیات همینه برادران عزیز. این حیات داریم، این ممات داریم، این پول داریم، این منصب داریم، این جان داریم. از ما نیسته والله. این یک امانتی از خدا داده است میگیرش. بعد انسان در همه حالت الله عزوجل پیش او بیاره. یا ما من خاف مقام ربه و نهى نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هر کدام ما پیش الله در ایستادن فکر کنیم. در پیش مخلوقش میترسیم. یک مخلوق عکس نمیترسیم. در پیش الله چه خیلی مثل ما؟ چه خیلی به کدام دیده و رو؟ برای این برادران عزیزی که شما در این محفل در این خانه برادران دوران نشستگیم، خداوند میپرسیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای مردم انصار دعای خیر کردن. در حق خودشان، در حق ذریه هاشون دعا کردن. ما هم دعا میکنیم که اللهم ثبتنا علی الایمان و عمل صالح و احینا حیاتا طیبه و الحقنا بالصالحین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. فاغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين ولجميع المسلمين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الان خوشین برادر شمس‌الله پروردگار هاجران پروردگار قبرشون پر نور و جاشون جنت بگردونه. پروردگار باشندگان خاندان که برادر من دوران خانه‌ش پروردگار نصیبشون بگردن و ذریه هاش نصیب و روزی بیشون بگردن. فرزندامون الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة الاعین وجعلنا للمتقین اماما. را پروردگار برای ذریه های ما و شما نصیب و روزی بگردونه. پروردگار این خاندان پروردگار برکت را در این خاندان نازل بفرما. هر مراد و مقصود خیری که داره این برادرای عزیز ما خدا هم برادر خیرشون بگردونه برحمتک یا رب العالمین. کمی گانی مرگا بگردونین، کمی مرگا بگردونین. هیچ که این مرگا گردون بند نمیتونم. ولی هم ماشون همون همون کنم بند و مگه از همون دیگه هم ماشون شیشتن دیگه جوشون نشیدن. همینی برای برادر عزیز این اشاره های قیامت مرگ و زمین مکسر همه را محققات تحقیق کردن. همه شا جمع کنیم میگه چینیان برین نمیشود دیگه می دیوانه که دنیا را همه لرزه دارند. همه دنیا در پیش بزانو زدگیان. خداوند نشانشون دادی امر قدرت های دنیا را. اینایی که مسلمان ها را کشته ایستادن، این مسلمان ها را در تمام دنیا کشته ایستادن. گمان میکنن که یا صاحب ندارن. یا الله صاحب ما و شما است. یا خیلی کردن خدا همین بلا را بسن شما تا که چشمشون کشاده شود. ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون.
انما یؤخرهم لیوم تشخص فی الابصار. خدا میگه گمان نکنه این ظالما از کردار رفتارشون غافلیم. همه ما و شما را دیده گه الله ما را مهلتمون میمانه، مهلتمون گذاشته ایستاده تا که بگردیم از سوی وانه. میگیم خدا شاهده همین کسان هم هر چی میگیم هیچ کار دنیا به حکمت الخیر فی ما وقع میگه خدا. خیر در آنچه که واقع میشود. این کسان هم خیره برای مومی خیره، برای مومی خیره، برای فاسق و فاجر خیر نیست. برای همین برادر عزیز هر چی که هست از ما نیست، از الله هست. همین خانه را دادت بگی الله تو مرا دادی، فرزند را دادت الله میتید. یک آدم در ناخون یک فرزند زاره هیچ که نمیتیش فرزند و یجعل ما یشاء عقیما. خدا میگه بعضی شما را من عقیم میگردانم، به فرزند تو میگردانم. همین دنیا میدهیم هیچ که نیست شما را فرزند بتیه و الله فرزندت میتیه و الله ملکت میتیه. برای همین از آن الله بدون. حضرت موسی گفت خدایا بندگانی تو چه شکری تو گو همه داراییشون از آن من که دانستن همیشه چی شکری مرا بچه آوردن. و من یسلم وجه لله و او محسن و موحد فقط استمسک بالعروة الوثقی. میگه هر کسی تسلیم شد داراییش هستیش همش از آن خدا دانست هو محسن هو موحد هو مؤمن. خدا میگه او موحده او مؤمنه فقط استمسک بالعروة الوثقی. و تحقیق چند زده به دست کپک مستحکم که او کندنی نداره. دست کپک او دست کپک چی؟ الهیه. او رئیس که کندش نمیتونه. فرعون ها آمدن، شداد ها آمدن، لین ها آمدن، زلین ها آمدن، هیچ کار کردن نتونستن، نمیتونن کردن. و این استطاعوا میگه خدا ولا یزال یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. خدا میگه همیشه مبارزه میبرند دشمنان اسلام و هر لباسی نباشن مبارزه میبرن. برای چی مبارزه میبرن؟ تا که مردم از دین بیدین کنن. که خدا میگه این استطاعوا اگر قدرت بیابند، قدرت نمیابند، قدرت نمیابند. و پیغمبر که در شب همون جنگ بدر تا سحر گریه کرد که خدایا اگر همین اصبره همین گروهی که برآمد اگر همینا یعنی شکست بخورن در روی زمین کسی نیست که تو را به یگانگی عبادت کنه. پیغمبر تا روز گریه کردن و شب برای ما و شما گریه کردن که نسل های ما و شما به ذریه های ما و شما وقتی به سجده میافتند پیغمبر گو همین اصبره از ما بین برداری الله شکشونته. دعای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود که امروز ما و شما چی در این سر یک سفره جمع شدگیم فاصبحتم بنعمت اخوانا، به نعمت اسلام ما را و شما را برادر گردان. خدا نگاه کنه همه ما و شما یک چی یک هدف داریم. هدف و چه؟ رضای الله هست. رضای الله هست همه بالا میستن. کسی رضای الله را انتخاب کرد او پیروز شد. کسی رضای مخلوق انتخاب کرد او را خدا خارج میکنه. اما طرف قصتی چه؟ نبی نام محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر که قصه نگاه کنیم موقعش الله بود. رضای الله را انتخاب کرد تمام مردم دشمنش شدن. حاجی قاری هم من گفتم که برادر من ابو بکر که ابو سفیان ابن حارث پسر عمک شون 20 سال دشمنیش کرده میگن در مقابل پیغمبر استادگری کم میگن. من میگه وقتی که پیغمبر از صلح حدیبیه آمد من سینی زنم گفتم که اگر محمد بیا من کجا میرم؟ کجا میرم محمد بیاید؟ مگرم بگریزم این مکه برم. بعد زنم میگه ویلک یا ابو سفیان وای بر تو همه بیگانه ها عرب و عجم در اطراف پیغمبر جمع شدن تا نمیره برای پیغمبر بستی پیش پیغمبر بره او پیغمبر مهربانه. و میگه دستی بچه من جعفر گرفتم و ابو سفیان ابن حارث میگه راه سپار مدینه شدم که پیغمبر میگه دیدم پیغمبر اهمیتم نداد روش گردم. به حضرت علی را میگه گفتم ای علی برای پیغمبر بگو من در آغوش بگیره نباشه من در همین صحرای مدینه دستی همین جعفر بچه من میگیرم تا مردن من نه طعام میخورم نه شراب میخورم تا مردن من میگه حضرت علی که پیش در اومد
میگه با پیغمبر است. نیاز ما مرتفع می شود و ما بی نیاز می شویم، ولی واقع امر ما چیزی دیگر را می گوید. به اندازه این نعمت در ما هست که به تکبر و اسراف کشانده شده، به اندازه علم در ما هست که به نافرمانی و ایستادن در مقابل خدا منجر شده. دیگه نکته میگیریم از خداوند و برنامه های خدا با 2 کلاس سواد دانشگاهمون که آقا فکر میکنه کارشناسی ارشد حقوق داره میکنه، دیگه نکته از قرآن در میاره، خدا را زیر سوال میبره، نماز و تقوا و اخلاق و دینداری را زیر سوال میبرد. دختری وارد دانشگاه میشود، حجاب را زیر سوال میبرد. نیاز ما از نعمت ها که باید از نعمت برداشت بشود میدونی چیست؟ که سبب رشد ما بشود. اونو باید استخراج بکنیم از نعمت. از هر نعمتی باید اینو استخراج بکنیم، چه مادی، چه معنوی، چه فکری، چه علمی، چه روحی، چه روانی، چه اجتماعی، چه سیاسی، هر نیازی که باشد. شکر. لئن شکرتم لازیدنکم. شکر نعمتت افزون کند. شکر رمز و راز موفقیت و عبودیت و بندگی است. تا تو شکر نکنی خدا تو را به عنوان بنده خودش نمیپذیرد. تو را فرعون و نمرود قلمداد می کند، تو را قارون زمان قلمداد می کند. این شکر است که تو را خلیل و موسی و عیسی و محمد تلقی می کند. بندگان شکرگزار بودند. ما باید خصلت پیامبران خدا را به خود بگیریم و اونها جز تشکر واقعی از خداوند و اعتراف به تقصیرشون در مقابل این تشکر واقعی چیزی دیگر نداشتن و اعتراف به تقصیر شکر را کامل می‌کردند. یک شکر داریم و یک اعتراف به تقصیر شکر که دوباره جزو مکملات شکر است. اگر شکر کامل نمیتوانید به خدا بگو خدایا این بضاعت من هست، این در توان من است، تو بر من منت بگذار، همین ناقص رو از من قبول بفرما. اگر خدا قبول نکرد بعد پشت به خدا بکن. چرا بعد از هر نماز خوندی 3 بار میگی استغفر الله استغفر الله استغفر الله؟ مگر نماز کار بدی است که استغفار داری میکنید؟ شما میخواهید نماز ناقصتون رو با معذرت خواهی که خدایا نمیدونم این نماز شایسته تو هست یا نه، این ذکر من شایسته تو هست یا نه، این تلاوت من شایسته تو هست یا نه. شما میخوای با این 3 بار معذرت خواهی شکرتون و نمازتون رو کامل بکنید و به خدا عرضه بکنید، نه اینکه این 2 رکعت نمازتون رو به رخ خداوند بکشید. نیاز ما تشکر از خداست. خدا همه چی داده. امروز فقیرترینش سیرترینه با مقایسه به گذشته. امروز زمین خیرات و برکاتش داره بیرون میریزه. هر چی زمین داره در آخر زمان بیرون میریزه. عروسی فقیرم شرکت میکنی درش اسراف میبینید. عروس خانم فقیرم 20 دست لباس تو چمدونش هست. داماد فقیرم یک پژویی در وز گرفته یا پژویی از کسی عاریت گرفته، گلکاری کرده روش. طرف نان نداره بخوره، پیاز میخوره که اشتهاش باز بشه. امروز فقر دیگر و نیاز دیگر دامنگیر ما شده. هرچی نیازهای دنیوی و مادیمون برآورده میشه کوچکتر میشیم در نظر خدا.
خیلی حرفا. طوری میخوام جلوه بدیم که در نظر خلق خدا و همسایگان و همشهریامون بزرگ جلوه پیدا بکنیم، ولی غافل از اون که روز به روز در نظر خداوند و فرشتگان خداوند که خوبی های ما و نیت های ما و کارهای خیر ما را می نویسن، روز به روز کوچکتر می شویم. 2 نفر بیشتر وجود نداره. تو کوچک نیستی. چرا با معصیت خدا خودمون رو کوچک می کنیم؟ 2 نفر فقط. یکی ذات الله است، دوم انسان است، فرمانده و جانشینش. کسی دیگر هست؟ الله گفته من بعد از من نفر دوم جانشین من. جانشین الله کیه؟ جبرائیله؟ انسانه. این موقعیت رو شما تشخیص داده بودید که شما چه موقعیتی دارید، چه حرمتی دارید، و همیشه قدرت فرمانده به جانشینش منتقل میشه. جانشین یعنی کسی که حق امضا رو داره، یعنی فرمانده بهش حق امضا داده. جبرائیل که سفیره، نگفته جبرائیل جانشین منه، جبرائیل سفیره. انسان جانشینه و خلیفه است. این انسان به کجا داره میره؟ اگر جانشین فرمانده خیانت بکنه چه چیزی رو باید انتظار داشته باشه؟ گله از خدا نکنیم، از خداوند معذرت خواهی بکنیم. چیزی دیگر مطالبه نکنیم. نطلبیده خدا داده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه الرب لا شك ينصره. Он говорит тебе: вернись обратно. Что может быть более романтично и прекрасно? Я не хочу, чтобы ты уходил. Вернись. И в момент, когда ты раскаиваешься и говоришь: Аллах, прости меня, ты чувствуешь это, то жжение. Чувствуешь, как на глаза наворачиваются слезы. Чувствуешь, как в сердце, когда становишься помолиться, как эмоции переполняют тебя. Это уже не ты. Ты не можешь решить: я хочу раскаяться. Ты не можешь решить: я хочу быть прощенным. Это Он. И Он наполняет твое сердце смирением. И Он тянет тебя. Ты просто дал импульс, а Он направил тебя в остальном. Ты просто побудил малейшую частицу своего сердца к Нему, и Он ответил: подумай обо мне, и я подумаю о тебе. Приди ко мне, и я приду к тебе. Приди ко мне шагом, и я устремлюсь к тебе бегом. Кто еще может избавить от грехов и простить тебя, кроме Аллаха? فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ابو جهل اعلام کرد در قریش که 2 تا اعلام کرد: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه. گفت ای جوانا، ما بزرگ شما هستیم، به این قرآن گوش ندید. لا تسمعوا لهذا القرآن. وقتی دارن میخونن محمد یا یارانش، اگه ناخدا شنیدید این بند انگشتتون بکنید تو گوشتون تا نشنوید. لا تسمعوا لهذا القرآن. چون میدونست که اگر گوش بدن
در جا ضرب فنی میشن، در جا مغلوب میشن. اگر مجبور شدید نمیتونستید دستتون تو گوشتون بکنید محمد و یارانش قرآن رو با صدای بلند میخوندن، الغوا فیه، صحبت‌های بیهوده بی ربط صداتون بلند بکنید، حرفای دری بری بزنید تا نشنوید چه دارن میخونن. این اعلام توسط کی اعلام شد؟ ابوجهل بزرگ. به کی؟ به جوانا. شبی از شبها ابوجهل تنها تو کوچه مکه میرفت. خوب دقت بکنید، خانه های اون زمان گلی بوده با همین تنه درخت خرما و شاخه های سمنت، دیواراش هم حصیری. صدام راحت چه بعد از نماز مغرب کل شهر آرام میگرفته. ابوجهل تو تاریکی کوچه های مکه میرفت، یک دفعه صدایی شنید، صدای غیر از صدای زمینی، صدای آسمانی ملکوتی، صدای کلام رب العالمین شنید که از بهترین بندگان خدا صادر میشد، از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حالا همین روز هم اعلام کرده که چه کسی حرف محمد گوش نده، لا تسمعوا لهذا القرآن. ناخودآگاه صدای تلاوت قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم تو کوچه تاریک مکه شنید، سیخ شد تو زمین، نتونست، چون خودش تنها بود خجالت نکشید. اونجا تو جمع بود که غرورش اجازه نمیداد، ولی اینجا دیگه گوششو اینطوری گذاشت. خوب که گوش داد، تو تاریکی نگاه دوره برش کرد، خودش تنهاست. گفت خودمو سیراب کنم از این کلامی که واقعا معجزه آساست. این کلام محمد نیست. یک دفعه احساس یک نفس گرمی کرد کنار خودش. بعد تو تاریکی نگاه تو صورتش کرد که نفر دومی از بزرگان قریشه. گفت ابوجهل شما، سرورم شما. گفت شما. گفت شطور دیدی ندیدی؟ بیست. دو نفری گوش دادن، مجذوب شدن. مدتی نکشید احساس نفس گرم سومی کردن کنارشون، نگاه تو صورتش کردن. سومین بزرگ قریش آمد ایستاد. چه خبره؟ شطور دیدی ندیدی؟ خودمونی، گوش بدید چه خونده میشه. بعد از این که تلاوت گوش دادن، مجذوب شدن، نزدیک بود دیوانه بشن. این کلام چیه که قاضی دلها میشه، احساس آدم عوض میکنه، تولد دوباره به آدم میده. این کلام رب العالمینه. بعد که تمام شد، حلقه زدن، سه نفری به هم دیگه گفتن این آخرین بارتون باشه که اینجا میایید. گفتن اگر این جوانا ما را ببینن آبرومون میره، دیگه کسی از ما حرف شنوی نداره. ما بهشون گفتیم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه. اگر ببینن که خودمون مخفیانه داریم گوش میدیم چه میشه؟ دیگه کسی از ما پیروی نمیکنه. فردا شب سر همون ساعت اولین نفری که عهدشکنی کرد ابوجهل بود. نتونست طاقت بکنه. سر ساعت همانجا ایستاد، شروع کرد به گوش دادن. نگاه کرد خودش تنهاست. از اونها تعهد گرفته که نیان. چند دقیقه بعد دید که نفر دومم عهدشکنی کرد، نفر سوم هم آمد. شما دیگه آمدید، دست خودشون نیست، چه کنن که چاره دلشون نمیتونن بکنن. دوباره از هم تعهد گرفتن فردا شب سوم نیان. شب سوم دوباره ابوجهل عهدشکنی کرد، آمدن. بعد از این که شب سوم آمدن، تمام شد، ابوجهل سفت و سخت صحبت کرد. گفت برادرای من میدونم که این کلام محمد نیست، این کلام بالاست. من میدونم که این محمد پیغمبر بر حق خداست، اما چه کنم که من بزرگ قریشم، من رئیس قریشم. چرا کلام خدا و نبوت بر یک بچه یتیم فقیر بی پدر و مادر بنی هاشم که عددی نیستن نازل بشه؟ این افتخار نصیب بزرگی چون من و طایفه من نشه. من با این کلام و این نبی که میدونم حق مبارزی میکنم. غرور و خودخواهی نگذاشت. چرا بر من نباشه؟ چرا من نبی بر حق نباشم؟ چرا این بچه یتیم؟ خیلی منحرف شدیم، خیلی کج رفتیم.